فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یعنی بعدی گفتن که آیا حقوق زن و مرد از نظر شرعی با هم برابر است؟ از نظر شرعی ارزش زن و مرد یکی هست، یعنی این که حقوقشون نزد الله متعال برابر هست. این گونه نیست که اگر مردی 2 رکعت نماز بخواند الله متعال یعنی 4 رکعت حساب بکند، اما اگر زنی 4 رکعت بخواند الله 2 رکعت حساب بکند. در این زمینه کاملا با هم دیگر مساوی هستند و هیچ گونه برتری بر هم دیگر ندارند. و در زمینه وظایفی که به هر فردی داده شده، این وظایف بر اساس توان و نیاز هر فردی هست. در چه زمینه استعداد بیشتری دارد، توانایی بیشتری دارد. بدین خاطر برخی از احکام در شریعت اسلامی متفاوت است در میان مرد و زن. اما سوالشون در مورد کار کردن زن بود. اگر واقعا زن نیاز به کار داشته باشد و کارشون متناسب با در واقع جایگاهشان باشد، هیچ گونه اشکال ندارد که زن برود بیرون از خانه با مراعات کردن موارد شرعی کاری رو انجام بده، به عنوان معلم و آموزگار باشه یا در مغازه‌ای باشه که مخصوص خانم‌ها است، اختلاطی در میان زن و مرد وجود نداشته باشه. عملاً و اساساً کار کردن زن هیچ گونه اشکالی رو نداره و جایز هست و که زن هم برود برای خودش شغلی رو داشته باشه. اما از نظر شرعی هزینه زندگی زن رو الله متعال بر مرد گذاشته. این مرد هست که باید زندگی زن رو تأمین بکند و هر چیزی رو که نیاز داشته باشد مایحتاج رو به منزل برساند و تأمین بشود کاملا زن، تا اینکه زن برای تربیت فرزندان و برای وظایف دیگری که دارد در واقع بتواند که برسد.